2 ماهی نبودم توی سمت خدا، یعنی با شبکه صحبت کرده بودم که استراحت بکنم. توی همین 2 ماه یه روزی یه مجلس ترحیمی بود، باید شرکت میکردم. یه آقای اومد گفتش که آقای شریعتی، مادرم خیلی شما رو دوست داره، میشه با هم یه عکس بگیریم، من براش ببرم خونه بهش نشون بدم. گفتم باشه. یه عکسی گرفت و من مشغول صحبت با یه عزیز دیگه ای شدم. دیدم گوشی تلفن رو گذاشتم به گوشم، گفت مادرم میخواد باهات صحبت کنه. گوشی رو گرفت، گفت معلومه کجایی؟ گفتم چطور مگه حاج خانم؟ گفت از وقتی که تو رفتی من دلم تنگ شده. مادر شهید بود. بعد من فهمیدم منو که میدید همه میگفتن حاج خانم پسره، و او پسرش رو در من میدید. همون لحظه من سوار ترک موتور این دوستمون شدم، گفتم بریم حاج خانم ببینیم. رفتیم تو. رفتی اونجا؟ رفتم. داشت نماز میخوند، با یه واکری اومد جلو ایستاد و منو دید. انگار که پسرش از جبهه برگشت. وقتی داشت بلند میشد، وقت خداحافظی به من میگفت حجتم. دوست داشتی الان کی پیشت بود؟ دوست داشتم مادرم اینجا بود. من دعای پدر و مادر رو خیلی موثر میدونم. به همه جوونا همسن و سالای خودم میگم که این فرصت رو مغتنم بشمارن. خدا رحمت کنه آمیز اسماعیل دولابی میگفت اگر گرهی تو کارتون افتاد، برید کف پای مادرتون رو شروع کنید بوسیدن. انقدر ببوسید که اون به گریه بیفته و این اشکاش گره زندگی شما رو باز میکنه. و اونا شمالن، من تهرانم و مدتی نرفتم سر بزنم و دلم تنگ شده. اولین کسی که به ذهنم رسید